همدیگران عزیز سلام علیکم. امروز 29 ایول سال 2025 می باشد. قرار دارم در باغ خودم ناحیه ورزاب دهه چورباغ یک 4 سال پیش من انگوری دوبوسکی روز آورده شنودگی بودم در داری باغ. بعد همینطور گم کردم، فراموش کردم. امسال نشان داد. من این انگوری دوبوسکی روز دادیم خوشه نکم از 2 کیلو می باشد. دونش رو بینید چقدر کلان کلان می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دونش رو چینم من. این حالی بو میپزد. این کلانیش رو بینید. اگر با دست چین کنیم رو بینید. دوبوسکی روزاوی. بسم الله الرحمن الرحیم. بچشیم. قند و شکر کشته است. من 100 نه 200% باور دارم اگر این انگور با شاهانه محلی خودمون بزرگ برد این رو خریداری میکنم. هم مزه به مزه، هم شیرین به مزه. خیلی اینو ببینید چقدر بزرگه. اینو ببینید خوشه رو کلانیش رو ببینید. من همجورون عزیز این در سالهای آینده ما از این انگور اگر که بسیار کردیم بعد نهالش رو به فروش میبریم. امسال نمیدونم داشته باشیم یا نه، بگمانم نداریم. امسال آینده ما قلمچه‌اش رو بریده بعد نهال کرده به فروش میبریم. این زیاد شود اگر شاهانه محلی رو جایش رو میگیرد. خیلی مال خوب است. مال خوب بالا میبرد. همه وقت بالا خوب میبرد. بالای ما خوب است، شاهانه ما ناز است. لیکن این خیلی که من این رو میبینم و این رو چشیدم این از خوب است. من همجوران عزیز این بود یک نوارچه درباره انگوری شاهانه. یک بار دیگه نشون دید. شاهانه بخشش نوار بود درباره انگوری دوبوسکی روزاوی. در حقیقت انگور بود است. انگوری کیروی باغ کردن بود است. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد.